عجب شوخ ناروا با قدت چنازنی با صورت پروین ما با صورت پروین ما عجب واقعا این آهنگی که حالا اجرا کردید و این آهنگ رو اخیراً در یکی از صحنه‌های کلان هم شما خواندید که در اونجا آوازخوانان شناخته تاجیک از قبیل سوریا قاسم و جورابک مراد و دیگر ستاره‌های پاپ تاجیک حضور داشتن و خیلی گرم استقبال کردند. چگونه بود که مثلا شما اولین بار روی صحنه برآمدید؟ چه حسیات شما رو فرا گرفته بود اون لحظه؟ در اون لحظه من در هیجان بودم و پدرم رو دیدم و کمتر ترسم بود. ترس از چی داشتید که در اون سطحی که پدر شما سروده بود نمیتونید در همون سطح همون آهنگ اجرا کنید یا که خوب قبول نمیکنند شاید اودیتوریا که در اونجا نشسته بودن؟ از آن که من مثلا نمیتونم خونده یا که اگه اونجا خطا میکنم اگه فرازها ده. چطور بود بعد فکر میکنید چه قبول کردند؟ انتظار داشتید که خوب قبول میکنند؟ بله باور داشتم که من رو خیلی قبول میکنن و دستگیری میکنن. چه خاطره ها دارید از پدر بزرگ؟ من 3 ساله بودم که پدرم از عالم چشم پوشید و این صورت ماست، آخرین صورت ماست با او. یک چیز در یادم هست، از حج گردنبند را آورد و در گردن من انداخت. همچنین گیتارش هم ماندگی است. من در خانه می نوازم، با او سرود ایجاد میکنم. کدام آهنگاشو بیشتر اجرا میکنه؟ آهنگای پروین ما، خیرمان گشته میای به سویم، دیر است، همش رو اجرا میکنم. همش بر من یک چیز عزیز است. یک عزیز است. تو جای ما میدانیم آوازخوان فقید مبارکشاه میرزاشاه 3 پسر دارند و شما پسری خردی ایشان هستید و مثلا چرا ما شما تصمیم گرفتید که پیرهای پدر ادامه بدهید؟ برای که همه با کارهای خودش مشغول شد و من ماندم و من فکر کردم که خیلی خوب می بود که من کسب پدرم رو بگیرم. تو امروز در یگان جای دیگر هم برآمد کرده بودید؟ نه، در پامیر برآمد کردم، 3-4 بار کنسرت دادم و 2014 سال کنسرت خود را در قشلاقک ومر دادم با همراه گروهیم 4 جوان. روان شدم 4 جوان، هر 4 گرفتن کمان، آنها شدم آرما، یا مولا یا مولا یا مولا. پدر بگفت با پسر امروز نکنین سفرتان پر خطر، یا مولا یا مولا یا مولا. تو جای ما میدونیم مثلا مادر شما و برادران شما در روسیه هستند و خود شما در تاجیکستان ماندید. خب سبب چی بود که شما با اهل خانواده نپیوستید؟ کریر، کسب، همین چیز ما رو در وطن ماند. برای رسیدن به اون هدفی که شما در نزد خودتان گذاشتید، مثلا گفتید کاریر میخواید ساختن، نام پدرتون رو برداشتن، من کی برای شما کمک میکنه؟ من میخوام که با استعداد خودم دوام تیم. از اون دست درگیر، از اون دست درگیر داده، درگیر زارم با کمک کی شما چنین امکانیت پیدا کردید که روی صحنه برآمدید؟ کی شما را دستگیری کرد؟ من پرودیوسر دارم و پرودیوسر من سلیمان جورایف است و من رو بر کنسرت دعوت کرد و من خواندم.
باز چی نقشه ها دارید در آینده هم برآمد خواهید کرد؟ هست نقشه که در 8 مارس برآمد است. ما برآمد خب امیدواریم که اون برآمد شما هم خیلی مثلا موفق خواهد بود و اون نقشه های آرزوهایی که شما در دلتون دارید واقعا هم عملی میشه و شما هم میتونید جدای پدرتون ادامه بدید و در این راه کامیاب شوید. برای شما موفقیت. از اون دست غمگین، از اون دست درگیر